خدا سین کرد و بی پاسخ رها کرد. کسی سور رو زد و رفتیم قیامت. خدا حتی نذاشت که وقت تلف شه. سپس پرسید که بی عذر و بهونه بگید اونجا چی کار کردید؟ چتونه؟ شما هر چی دلاتون خواست داشتید، دیگه چی کار به حق الناس داشتید؟ ما گفتیم که 1 ماه روزه بگیرن بفهمن حال اونا که فقیرن. شما با ملت دلخوش چه کردید؟ چجوری کلشون رو گشنه کردید؟ مگه تو حرفای من چی شنیدین؟ نگفتم من که لا اکراه فی الدین؟ شما تو دین من اکراه کردین، به زور این امت رو گمراه کردین. جهنم بس نبود واسه سزاتون، پرومکسش رو میسازن براتون. یکی از دوستان پرمحاسن یهو خودجوش پرید و رفت رو سن. یکم پشت بلنگو مرگبر گفت، 4 تا سرفه کرد و بعدتر گفت واسه چی میکنی مشکی نمایی؟ مراعات ما رو کن با یه من ریش، ببین از هان ملت گشت تشویش. شما باید بری پیش حراست. گلوش رو صاف کرد و بعد فرمود که این صفحه از این پس هست